اسم شما؟ اسم علادت. من خونه تو چیزا خوشم نه بریاد میبینی. علادات؟ علادات عزیز از کجا هستی؟ از هراتم. خب از هرات هستی. در هرات هم زندگی کردی؟ چرا نه؟ از طرف شام و از طرف شهر هرات هم قسم جمع و جوش می داشت؟ نه با مو خاطر اش ما میشه بیامدم شهر هرات که 8 بجه میشد 9 بجه خب بیخی مردم به اون دنیا میره. خو میکرد اینجا که 1 بجه شد 2 بجه شد من از این رایا برفتم باور که با موتر بر راه پیاده رفتم عدسه که اینجا ذاتی هیچ ملکی نه حتی خارجا به اینجا نمیرسه باور به خدا کنین من با رئیس جمهوریت بسیار بندش بودم. ای تو چی میگه؟ ای تو چی میگی؟ علادات عزیز خودت گفتی در گذشته ها آزار و اذیت میکردن. با چی مناسبت خودت آزار و اذیت؟ یعنی به سرک تیر میشدم عسکرای لچک میداشت بگبانه نه بگبانه بگبلای نه بگبلای آدم میبردی با یک بوزه میبرد. چی کار میکردین در اون وقت؟ با وقت کار نمیکردم. ببین گندگی سر گندگی. بیکار بودین؟ اینمی پاور بانک چارجر به مو وقتم میکردم خمایی تو آزاد نبودم. خودت ازدواج کردی؟ نه ازدواج نکردم. بچهای لشمک میگم فامیلی بیجای نگرده که کدام فامیلی اینجا دست نزنیتان. مجرد هستی؟ تصمیم داری؟ چرا هر کس یک امید داره. ریاکشن از مون نفرام مسیم لالا تو چیزا خوراک ما مزاج. اما اباری حکومت بگم بهترین حکومت بهترین آزادی که به دبی هم نیه اینجگاهه.